اگر یه بار مرغتون رو به این روش درست کنید مطمئنم که از روش‌های قبلی دیگه استفاده نمی کنید. مرغاتون رو کف مایتابه بذارید بدون هیچ آب و روغنی، روشون پیاز و ترشی سیر و سرکه خود ترشی در حد 3-4 قاشق اضافه کنید. فلفل، نمک، زردچوبه بهشون اضافه کنید و بذارید بپزن. قبل از اینکه آب مرغا خشک بشه، حدود 3 ساعت که گذشت، مرغا رو درارین کف یه مایتابه تمیز بذارین. اگر دوست داشتین میتونین اول سرخشون کنید، بعد با کره، زعفرون و آب لیمون مرغا رو تفت بدید و با شعله خیلی ملایم بذارید که تفت بخورن و دم بکشن. مطمئنم اگر این روش رو امتحان کنید دیگه از روش‌های قبلی استفاده نمی کنید. این روش واقعا خیلی خوب بود، من که خیلی دوست داشتم. ممنون میشم اگر کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برام کامنت بذارید. اگر که کامنت انگلیسی بذارید کمک بزرگی به من هست برای دیده شدن چنل من. ممنونم ازتون.